بسم الله الرحمن الرحیم. اگرچه خداوند با توجه به برخی حسنات برخی گناهان را می بخشد، اما گناهانی هستند که خداوند آنها را هرگز نمی بخشد. دوستان عزیز سلام، به یک ویدیوی دیگر از کانال نوری میدیا خوش آمدید. اگر عضو کانال ما نیستید، کانال ما را سابسکرایب نموده ویدیو را لایک و با دوستانتان شریک سازید. ترک گناه و فاصله گرفتن از آن از توصیه های قرآن است و روایات است که بی‌توجهی نسبت به این توصیه عواقب سوئی را متوجه انسان می کند. آنچنان که خداوند در آیه 120 سوره مبارکه انعام می فرماید: و گناه را چه آشکار باشد و چه پنهان ترک گویید. آنان که مرتکب گناه می شوند به سزای اعمال خود خواهند رسید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: در شگفتم از مردمی که از ترس اذیت شدن از غذا پرهیز می کنند، چگونه از ترس آتش از گناهان پرهیز نمی کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: کسی که با معصیت خدا به دنبال کاری باشد، از مطلوب خود دورتر و به آنچه از آن می ترسیده است نزدیکتر گردد. در این میان هستند گناهانی که از جمله بزرگترین گناهان هستند و از سوی خداوند بخشیدن نمی شوند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید: از گناهانی که آمرزیده نمی شود بپرهیزید. یکی، خیانت در غنایم است، زیرا هر که در چیزی از غنایم دست خیانت برد، روز قیامت آن را با خود بیاورد. و دیگر رباخواری، زیرا رباخوار در روز قیامت از قبر بر نمی خیزد مگر همچون کسی که بر اثر تماس با شیطان دیوانه شده است. امام صادق علیه السلام فرموده‌اند: هرگاه قصد کار بدی کردی آن را انجام ندی، زیرا خداوند به بنده در حال ارتکاب گناه نظر می کند و می فرماید: به عزت و جلال خود سوگند که از این پس هرگز او را نمی بخشم. امام باقر علیه السلام می فرماید: هر که در خلوت گناه کند خداوند به او احتنا نمی کند.